حق زن و مرد مساوی است؟ نه. کی میگه مساوی؟ الله میگه فرق است. در حق هم فرق است، در مکلفیت هم، در هر چیز فرق است. عدالت است بله. بعد حق داده الله بر زن در نظام کفری، در عقیده کافر، چی یهود نصارا، چی سیکولارا، چی دموکرات غربیا، زن خو یک آلی دست جور کردن اینا. زن توهین کرده رایستن، زن تجاوز کرده رایستن به زور برزا. پارسال BBC اعلان کرد در آخر سال که در امریکا 30 میلیون زن تجاوز جنسی شده. 30 میلیون. افغانستان میگه نفوسش 27 میلیون است. 30 میلیون زن به زور زنا کردن، به زور تجاوز جنسی هم میره میگه. برزا خب از 100 میلیون هم تیر میشه. نفوسش تقریبا به 400 میلیون است امریکا. یعنی از نفوس افغانستان کده به زور زنا میکنه. به این جور کده یک صابون اعلان میکنه که یک شامپو 5 ملاق یک زن میته. حقش همی است. لچوریان یک زن 5 ملاق میته. تا که یک صابون خواهی دست مارکت تجارتی شده زنا. به نام ازی که عمر ازدواج 18 سالگی او را زنا میکنه. تا 18 سالگی مثل پودری او را زنا کردگیست. در 18 سالگی او به شوهر وفادار نه. شوهر نمیکنه، میاد شوهر نمیکنه زن. و نه مردایشون زن میبره. اوجا خو از انسانیت بر آمدن. زن هیچ پیشان حیثیت نداره. زن یک آله زنا و فحشا جورش کرده. خلا به می خاطر میه بیرون برای آزاد باشه که ما استفاده کنیم. هدفشانی نمی است. در اسلام زن باید حق داره که یکم دفعه میگی که حقش مراعات شد. کاش که من زن میبودم. تا وقتی که در خانه پدر مادر نانش مصرفش همه چیزش سر پدر مادرش، سر پدرش. شوهر که کرد کل مصارفش سر شوهرش. از مریضی تا تداوی تا لباس تا موتر آمست این دریور است. خانم بالا میکنه ایجا بر اوجا بر نان بیار او بیار روغن بیاری. خانوارش اشتگیست. حتی کارهای خانه هم اخلاقی است برش. کارهای خانه زور نیست که به زور سرش کار کن. یک کار اخلاقی است. زن در اسلام بسیار حیثیت داره، بسیار آبرو داره، بسیار بالاست. مردم میگه آرد خلاص شد، روغن خلاص شد برین. ولی کافرها سر زن میگه تو 8 صبح تا 4 کار کن. خودی زنا خود در مصیبت انداختن. خود این زنا صبح برای 7 شب بیا. حتی عاملا می باشه زور زده روانه. قسم چی گفت؟ بریم کار کنیم نه؟ مامور دولت هستیم. حالا تو را کی میگه که مامور باش نوکر باش؟ تو را کی گفته؟ باز در این نظام اختلاط، در این نظام فحشا که مرد اونجا 6 تا و مرد مفت اونجا 6 تا، جوانا در دفتر 6 تا. ما مساوات میخواهیم. وای به این زنا. رسول الله صلی میگه فتقوا النساء، زنا خدا نگاه کن. بزرگترین فتنه است. بعضی زنا از ابلیس کردن، کار ابلیس برابر انجام میده. کار شیطان شدگیست. خود زن که کار بکنه خیلی مرد برای چیست و مردش هم بازور خوش باشه که زن ما در بین چند تا کار میکنه. اینمی دوسیست دیگه. دوسی کدام شاخ نداره که دوس یک شاخ بکشه. رسول الله صلی میگه لا يدخل جنت دیوس روی جنت نمیبینه. دیوس کیست؟ حدیث صحیح رسول الله صلی میفرماید الذي يقر في اهل الخبث، کسی که در خانواده خود در زن و خواهرش دخترش اقرار جای میته، اجازه میته، خباثت، بی حیایی، فحشا، میفهمی زنم دینی میجا کار میکنه و اختلاط است و سکوت میکنی. این دوسیست. در جهنم میری. یکم تا میگه یک زن چند مرد به جهنم میبرنه، میگه تا جای داره. پدرم میبره که چیز نگفته، برادرم میره، شویم میره، برادرم میره، بابرم یعنی چند مردی به جهنم میبره زیرا یا سکوت میکنه. 3 نفر میگه در جنت روش نمیبینه. یکیش دیوس است. دیوس در عربی، در فارسی ما شما میگه دوس دله نه؟ دوس دله که میگه در حدیث دیوس آمده. یا در زن بگو که اگر زن که میگه نه من میرم ما آزاد هستم می او تو زن نگاه کردنش گناه است. بگو یک طلاق بده به مرزا الله، بگو برو
یک طلاق دادیم تگه اسلام میشه نه اول بفهمونش یک ماه دو ماه حکم اسلام نیست نیست ها. حال بازی نظام مثلا خلط ملت اختلاط از همیشه زن که تا جای میره مردم ده قسم گپش میزنه پس که میام مردم هم پرزا چی را میگه پرزا برو نه گپ ده و در دفتر که باز بشینی دیگه ای بسیار خطرناک است اینجا خلط و ملت شدن و رفتن. بفهمانش که نشد بر رضای الله 3 طلاق نتیوش کده باشی. خب در اسلام یک دانه یک طلاق بتین همین کفایت میکنه. اطلاع شد نشد میره خودش. 3 ماه عدتش که تیر شد اگه عیز میدید خلاص. اگه حامله بود حمل خود عوض کنه. برو دیگه ای تو زنای بی حیا را مرد که دویس بسازه چی کنی؟ و می خاطر ما میگیم که زن مسلمان فسفر به ذات دین. رسول الله صلی میگه دیندار بگی بی دین بود تبایت میکنه. زن بی دین تبا میکنه. حالی کافر آمده حقوق زن چرا مردش گپ نمیزن ها؟ میخواد که زنای خودشان فاحش بی حیا به حد بی حیا شد که زن و عروسی میکنه زن با زن. حالی همی زنا رو ممتون میکنه. هدفش اینه دیگه هیچ کدام هدف اینه. در اسلام حق زن بالاست. اینال حکم الله را بیان کو عمل کو. در قصه کافر نشد. الله میگه مگر کسایی که ضد و انادی سخو انتقاد میکنه بحث میکنه نه بحثی که گفتمان ضدی و انادی به ضد اسلام. خب فلا تخشوهم شما نترسین از این کافرها به خاطر انتقاد و اعتراضشان که حکم الله را هر حکم مثلا قبله را ترک کنی. وخشونی فقط اسمع بترسین. فقط اسمع بترسین. الله میگه که باز پیش من میایین مرگ و زندگی و همه چیز صحت بتا بکشید چه قسم حالت بیاره این الله میاره. الله که حفظت کنه هیچ کسی تو را چیز کردن نمیتونه. کل دنیا جمع شو بر ضرر رساندن.